20 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид иштирок ва суханронӣ намуданд. Роҳбари давлати мо таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҳамоиши сатҳи баландро ба ибтикори навбатии Тоҷикистон дар соҳаи об ва тадбирҳои амалии андешидаи Тоҷикистон дар чаҳорчӯби татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷалб намуда аз кишварҳои аъзо ва ҷонибҳои манфиатдор даъват намуданд, то дар кори чорабинии навбатии раванди оби Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд ки соли 2026 дар Душанбе баргузор мегардад, ширкати фаъол дошта бошанд. The Assembly will hear an address by His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. محترم رئیس، محترم دبیر کل، خانم‌ها و جنابان، امروز که ما از 80مین سالگرد قبول آیین‌نامه سازمان ملل متحد تجلیل می‌نماییم، همه کشورهای عضو را به این مناسبت صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم. پوشیده نیست که عین حال جهان معاصر به حالت نااستواری و نامعینی و پیچیدگی‌های رسوب‌افزون روبرو گردیده است. اختلافات گیوسیاسی، تلاش‌های از نوسازی نظامی، مناسبت‌های بین المللی، مخالفت و نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون عالم و دیگر خطر و خطرهای امنیتی برای صلح و آسایش پایدار تهدیدهای جدی ایجاد کردند. در برابر این عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و افزایش نابرابری اجتماعی به روند رشد استوار گلوبالی محدودیت‌ها وارد می‌کنند. در چنین شرایط مرکب و تغییریابنده نقش سازمان ملل متحد همچون منبر مکالمه، همکاری و تحکیم صلح و امنیت در جهان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. از این لحاظ کشورهای ما را ضرور است که در عملیه بین المللی جهت حفظ این اصالت بازگشت به رعایت کامل حقوق بین المللی یکجا و پیوسته تلاش ورزند. در این روند اینچنین تحکیم همکاری برابر حقوق میان دولت‌های خرد و بزرگ همچون اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. محترم رئیس، استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 با هدف‌های رشد استوار کاملا همصدا است و ما جانبدار تطبیق پوره و سری وقتی این بند روزنامه جهانی میباشیم. متاسفانه دولت‌های رو به ترقی خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی در راه دسترسی به این هدف‌ها با دشواری‌ها و مشکلات زیاد روبرو می‌باشند. آنها بخصوص کشورهای آسیب پذیر ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را جهت تأمین مبلغ‌زایی، رشد استوار و بهتر نمودن دسترسی به منبع‌های مالیوی احساس می‌کنند. با وجود تلاش‌های دستجمعانه در این جهت حجم مبلغ‌زایی جامعه جهانی برای رشد استوار همانا طلبات موجوده را قانع کرده نمی‌تواند. چنین حالت واکنش سری وقتی جدا نبودن مبلغ‌های علاوه‌ای و بازنگری روش‌ها را وابسته به نظام بین المللی مالیوی تقاضا می‌نماید. تاجیکستان از اصلاحات مؤثر و عادلانه وسیله‌های
مالیوی بین المللی جانبداری میکنیم. در مرحله کنونی ما شاهد سطح نابرابری رشد اقتصادی دولت ها می باشیم و در عملیه رفع این حالت نقش کشورهای مترقی و ساختارهای بین المللی مالیوی می تواند مؤثر باشد. بسیاری از کشورهای رو به ترقی و کم ترقی آسیب پذیر همانا زیر تأثیر پیامدهای بحرانهای اقتصادی و مالیوی، کمبزاعتی، بیماریهای سرایتی از جمله کووید، آفتهای طبیعی و ناامنی آذوقه‌واری قرار دارند. آنها به اندیشیدن تدبیرهای مؤثر در سمت دستگیری مالیوی از جمله ساقط کردن قرضها نیاز دارند. از نگاه ما امروز وقتی آن رسیده است که سر این موضوع عمده جداً فکر کنیم. حاضرین گرامی، امروز مشکلات مربوط به تغییر آبی اقلیم در کشورهای گوناگون سیاره از جمله تاجیکستان باعث ایجاد مانعهای جدی در راه نائل شدن به هدفهای رشد استوار گردیدند. کشور ما نیز که 93% حدودش از کوهستان عبارت است، از پیامدهای منفی این روند نگران می باشد. تغییریابی دور هیدرولوژی و آبخیزی و خشکسالی های پی در پی، اینچنین خاکباریش های شدید در طول چند ده ساله اخیر به ذخیره های آبی و انرژتیکی و امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان تأثیر بی‌واسطه می‌رسانند. ما بر اثر آفت‌های طبیعی مربوط به آب همه ساله ضرر جدی مادی و مالیوی می‌بینیم. متاسفانه این حادثه ها در اکثر مورد باعث تلفات جانی و از بین رفتن انفراستراکچور حیاتاً مهم می‌گردند. عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و بالاروی حرارت باعث آبشوی با سرعت پریخ‌ها و بد شدن حالت اکوسیستم‌های بحر و اقیانوس‌ها گردیدند. می‌خواهم یادآور شوم که تابستان سال جاری تاجیکستان از کنفرانس سطح بلند عاید به حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه میزبانی کرد. این همایش اهل جامعه جهانی را به مقصد بررسی مسائل مربوط به مشکلات کریوسفر گردی هم آورد. لازم به یادآوری است که تا امروز از 14,000 پریخ تاجیکستان که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب آشامیدنی در منطقه می باشد، زیاده از 1,300 عدد آن پر آب شده است و سرعت آبشوی پریخ‌های ما در حال افزایش قرار دارند. این در حالی است که پریخ‌ها و دیگر منبع‌های آب تاجیکستان تا 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. ما را می‌باید در روند حل مشکلات وابسته به سرچشمه حیات انسانیت یعنی آب بی‌طرف نباشد. حاضرین ارجمند، تاجیکستان در ساحه دیپلماتی آب موقعی فعال دارد. کشور ما در دایره ابتکار نوبتی خود در ساحه آب در چارچوب تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 در همکاری با شریکان بین المللی خویش تدبیرهای عملی می‌اندیشد. من از کشورهای عضو و جانبهای منفعتدار دعوت می‌نمایم تا در کار چهاربینی نوبتی روند آب دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد شرکت فعال داشته باشد. این چهاربینی بی‌شبهه به ادامه عزم و تلاش‌های مشترک ما در دایره روزنامه عمل عاید به آب
تکانی تازه خواهد داشت. ما باور داریم که آن همچنین برای آمادگی به کنفرانس آبی سال 2028 سازمان ملل در شهر دوشنبه زمینه استوار خواهد شد. محترم رئیس، اینستیتوت‌های قوی و معرفت حقوقی پایه جامعه عادلانه و استوار می باشد. امروزها جامعه جهانی شاهد نادیده گرفتن و پایمال شدن معیارهای حقوق بین المللی گردیده است که پایدیوار نظم و نظام و صلح و ثبات در جهان به حساب می روند. ما به ضرورت رعایت قطعی قانون‌های بین المللی و در چارچوب قانون حل و فصل نمودن همه گونه نزاع و اختلاف تاکید می نماییم. با درک عمیق این واقعیت تاجیکستان پیشنهاد می نماید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امکانیت اعلان نمودن سال بین المللی معرفت حقوقی را مورد بررسی قرار دهد. ما از همه دولت‌های عضو دعوت می نماییم که به این تشبث همراه شوند و فرهنگ جهانی شفافیت و عدالت را تقویت بخشند. خانم ها و جنابان، تطبیق با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و استفاده درست ذهن صنعی می تواند به روند عملی سازی هدفهای رشد استوار مساعدت نماید. من از همه کشورهای عضو برای جانبداری از پیشنهاد تاجیکستان آید به قبول قطعنامه مخصوص زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی اظهار سپاس می نمایم. اطمینان دارم که قطعنامه 25 ایول سال جاری از جانب مجمع عمومی قبول گردیده همچون وسیله اساسی استفاده بخطر و عادلانه ذهن صنعی در منطقه ما خدمت خواهد کرد. در این زمینه تأسیس مرکز منطقوی ذهن صنعی را در شهر دوشنبه صلاح کار می شمارم. این مرکز بی‌شبهه می تواند برای اندازی تشبث و لایه‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی در سمت ذهن صنعی مساعدت نماید. قابل ذکر است که همزمان با مکمل گردیدن تکنولوژی‌های رقمی تهدیدهای نوی امنیتی بخصوص جنایت‌های کیبری نیز می‌افزایند. در این زمینه ما تاکید می‌نماییم که امنیت کیبری باید جزء مهم امنیت دست جمعی باشد. واضح است که در برابر جنایت‌های کیبری، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی تا حال تهدید جدی به امنیت جهانی می باشد. تاجیکستان جانبدار توسعه منبع همکاری بین المللی در ساحه امنیت جهانی در زمینه روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم می باشد. ما آماده ایم در دایره این روند همکاری سازنده را با نهادهای بین المللی و دولت‌های عضو سازمان ملل جهت تقویت مقاومت به خطر و تهدیدهای امنیتی ذکر شده به راه مانیم. برای نظریم که نهادهای دخلدار سازمان ملل بخصوص دفتر آن آید به مبارزه با تروریسم می توانند در تطبیق همه جانبه استراتژی‌ها و برنامه‌های گلوبالی ضد تروریستی سهم مؤثر گذاشته دستگیری کشورهای عضو را در این سمت تقویت بخشند. حاضرین محترم، تاجیکستان جانبدار حل و فصل همه اختلافات و نزاع‌ها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی میباشد. ما باید تلاش‌های خود را در راه رسیدن به صلح پایدار و فراگیر در اساس حقوق بین المللی دوچند تقویت بخشید. یک سال پیش
من از این منبر پیشنهاد کردم که قطعنامه مخصوص سازمان ملل آید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده مورد بررسی قرار داده شد. با گذشت 1 سال مسئله قبول چنین قطعنامه اهمیتی باز هم بیشتر پیدا نموده است. در شرایط پرتضاد دنیای امروزه تشبث مذکور برای برآمدن همکاری در سطح بین المللی به خاطر رسیدن به صلح استوار شرایط فراهم خواهد آورد. من از تمام کشورهای عضو دعوت می نمایم که پیشنهاد مذکور را هم برای ثبات زندگی امروزه ما و هم حیات بهتری نسل‌های آینده دستگیری نماید. خانم‌ها و جنابان، ما موقع اصولی خود را در مسئله فلسطین تاکید می‌کنیم. بر آن نظریم که صلح پایدار در خاورمیانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه‌های سازمان ملل و فرمول 2 دولت امکان پذیر است. در این ضمن ضرورت حل مسئله مذکور را تنها توسط مذاکرات و راه‌های دیپلماتی با رعایت حقوق بین المللی علی خصوص مقررات آیین‌نامه سازمان ملل متحد خاطر نشان می‌نماییم. ما دعوت می‌کنیم که در غزه آتش بس استوار برقرار و دسترسی کمک بشردوستانه تأمین کرده شود. تاجیکستان همچنین جانبدار تأمین صلح و ثبات، امنیت کامل و رشد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه می باشد. ما آماده ایم به این روند مساعدت نماییم و در این جهت جامعه بین المللی را به رسانیدن کمک بشردوستانه خصوصا به منطقه های از خشکسالی و زمین لرزه شدید آسیب دیده دعوت می نماییم. حاضرین محترم، تاجیکستان از اصلاحات فراگیر نظام سازمان ملل متحد ضمن تشبث برنامه سازمان ملل متحد 80 سازمان ملل متحد 20 و دیدی دبیرکل آید به نظام معاصر سازمان ملل جانبداری می نماید. در برابر این ما از پیمان به خاطر آینده همچون اقدام مهمی دست جمعانه در راه پیشبرد صلح و رشد استوار استقبال می نماییم. این اقدامات آرمان‌های مشترک و اراده عمومی جامعه جهانی را در امر واکنش به تهدیدهای معاصر و بنیاد زمینه استوار برای نسل‌های آینده تجسم می نمایند. ما بار دیگر ضرورت تقویت نقش کلیدی و هم آهنگساز سازمان ملل متحد را در تأمین صلح و آسایش فراگیر تأکید می نماییم. تنها با اعتماد، همکاری و اراده استوار ما می توانیم آینده عادلانه، صلح‌آمیز و استوار را برای کل انسانیت بنیاد نماییم. تاجیکستان در امر دسترسی به این هدفها و حل دیگر مسائل حل طلبی روزنامه جهانی آماده همکاری‌های مشترک با کشورهای شریک و تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشد. از توجهتان سپاسگزارم.